بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، روز 11 ایول 2019 قضای الهی بوده. یک مصیبت خیلی جانسوز و میان شکنی به بالای ما آمد که مسجد ما یعنی سوزانده شد. اصل سبب سوزش مسجد از روی این عمارتی که در کنارش است، از روی این بود. ابتدا اون یعنی در گرفت، بعد از آن آتش در مسجد ما چسبید. قضای الهی بوده، مسجد ما سوزانده شد. و مراجعت من به همه اون برادرهایی هستم که همدردی بیان کردن و خواهش کردن که یعنی کمک یاردم خود را میرسانند. از همه شما میندار و شکرگزار هستیم. خداوند در برابر این همدردی و غمخواریتون برای شما اجر ثواب زیادی نصیب گردانه. و برادرانی که شخصیت هایی که دعوا داره که کمک میکنیم، از شما خواهش میکنیم که تا ما خودمون نگوییم به یگان کرته به یگان یعنی نام را سم نگذرانه. انشاءالله در کار شما خودمون خبر میکنیم. انشاءالله رب العالمین برای ما اجازه شد روز دوشنبه یعنی پاکیزه کردن، تازه کردن مسجد ابتدا سر میکنیم. بعد از اون انشاءالله وقتی که ساختمان سر شد، هر کسی که یاردم کرده، ما اعلان کردنی نیستیم چون که ما از این کارم نمیکنیم، ما بلاگر هم نیستیم. اما کسی که یاردم کردنی باشه انشاءالله یگان سایت مخصوصه، یعنی ما خبر میکنیم که در فلان نامور، من خودم شخصا میگم در فلان نامور فلان چیز سوم بگذارن. شاید بعضی انسان های خیانتکاری باشن که از این لحظه استفاده برده یعنی مردم فریب کنن، خیانت کنن. مقصد از این گفتاری من این بود که برادران عزیز، من همه همدردی شما را یعنی که دعوای خدمت شما را قبول داریم. خداوند در برابر این همدردیتون براتون اجر ثواب زیاد نصیب گردانه. اکنون تماشا کنید، ابتدای یعنی سوختار از این جانب سر شده، بعد از آن به این عمارت رسیده و در مسجد ما چسبید و مسجد ما 100% بالکل همگی سوخت. فقط تنها یک حصه اندک زمین گوشه باقی مانده است. ان شاء الله همون را آباد میکنیم و نماز 5 وقته اینجا خواندن میگیریم. ان شاء الله جمعش آهسته آهسته به مدد و توفیق الهی و به دستگیری دوستا که از شهرهای زیاد، از شهر مسکو تا لنینگراد تا نوسیبیرسک تا یکاترینبورگ تا چلیابینسک، حتی از کره و از دیگر جا دوستا یعنی خبر کردن، دعوا کردن که ان شاء الله یاردم میکنیم. و دستگیری و یاردم دوستان ان شاء الله رب العالمین با مدد و توفیق الهی ان شاء الله دوباره این کارخانه نور و این عمارت مسجد ان شاء الله بنیاد میکنیم. باقی همه برادرای مسافر و مهاجری که یعنی در غم ما شریک هستی، همه شما را به خدا امانت میگذارم. پروردگار همیشه سربلند و سعادتمند، خوشحال و خوشبخت باشه. خداوند هرگز خاری را نبینه. پروردگار در دو عالم سربلند و سعادتمند باشه. شما هم باشه در حق ما دعاگو باشه که خداوند ما را در این مصیبت برامون صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بگردانه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.